یو گایز چطورید بچه‌ها؟ من علی هستم. چه خبر؟ چیکار میکنید دوستان؟ ما اومدیم با یه ویدیو خبری دیگه، اما قبلش حتما همین الان ویدیو لایک کن و چنلمون هم سابسکرایب کن که هر موقع ویدیو گذاشتم یوتیوب بهت خبر رو تا اولین نفری بشی که میای و ویدیو جدید ببینی. یو گایز آقا من خونه ما بزرگم هستم و بک‌گراندمون فعلا نیست، اشکال نداره. ببینید بچه‌ها، من یه چند روزی هستش که شروع کردم به بیت باکس یاد گرفتن و میخوام این رو برای شما هم یعنی بهتون یاد بدم. ببینید بچه‌ها، چنل نظرم اینه که چنل کالافمونو، خب چون من زیاد نمیتونم کالاف بگیرم چون بالاخره دیوایسم خیلی بده، بیام چنل کالافمو بکنمش بیت باکس، آموزشی بیت باکس. به نظرم این کارو کنیم. بعد بچه‌ها یه سوال دارم ازتون، به نظرتون این کارو بکنیم و یاد بهتون بدم بیت باکس رو؟ اگه دوست دارید تو کامنت ها بگید یا لایک کنید ویدیو رو. اگه لایک ویدیو ها بالای 2 تا برسه یعنی شما دوست دارید، یا اگر هم کامنت ها ببینم خیلی نظر کردید واسهش، براتون ویدیو کالافمون رو دیگه نمیذارم و آموزش بیت باکس میذارم. فعلا بچه‌ها من تا اینجا یعنی یکی دو روزه شروع کردم، فعلا کیکو یاد گرفتم، یعنی PFS. حالا اینا رو من بهتون اگه خواستید یاد میدم، یه دونه عملا میزنم واسهتون که ببینید. اگرم بد بود ببخشید، چون که من میگم یکی دو روز شروع کردم، خیلی مبتدیم. اینو کلا بلدم. یا مثلا اینو ببین، پ و اف رو با هم قاطی میکنم، اسم میگم دیدی. بعد بچه ها نخوام پی و اف رو بگم، میگم پی و اف گفتم متاسفانه. بذار حالا پی و اف. دیدید؟ نه بخشید، پی و اس و تی هستش، این ستا. فعلا تا اینجا یاد گرفتم. اگر خواستید تو کامنت ها یا لایک ها رو پر کنید که من چنل کالافمون رو، چنل دوممون هستش، رو چنل بیت باکس بذارم. اگه دوست داشتید حتما تو کامنت ها بنویسید. مرسی.